او بچه پایین شو، چرا فایر میکنی؟ چی گفتی؟ تو نمیفهمی که من بچه کی هستم؟ بچه هر کسی که هستی خواستی، تو یک مجرم هستی، پایین شو. تو باش پلیس سال سالک. ما بچه وکیل اسد هستم. ببخشی صاحب، چیز خدمت باشه. اگه بال دیگه خود مزایم تاکتی گمت میکنم. چشم، در خدمتت هستم. او شیر پدر خود خوب اکشن کردی. آفرین. یکی هست، داخل بیاین. سلام علیک غفار بچیم، بخیر آمدی. خیر ببینی وکیل صاحب، زنده باشی. خو ایره بگو که چرا آمدی، خیرت باشه. وکیل صاحب، دیروز عقاب بچه تان بخاطر ویدیو جور کردن بچه خورده مرا د فیرکان زخمی ساخت. حالی د شفاخانه است. او بچه غفار، تو سر بچه وکیل تهمت بسته میکنی؟ ها؟ بازوکای تفنگ در دست خود گرفته میتونی. راست میگم وکیل صاحب، اگه باور نمیکنی برو در تیک تاک ویدیو بچه تا بیبی. تو بیبی که چی تو میزنیمش؟ خیر باشه اونا جوان، او یک ذره خامسین است. حتما به خاطر ویدیو لایک خودی کار کرده. ولی بچه ما در حال کوما است. ولی خیره که کلان شو از یادش میره. قد بگی مرده باشه. برو حساب مرا خراب نکن که از خود تیک تاک جور نکنم. حالا دیگه اگه دشار فیرکان را میشنیدید حتما بچه و کلا با تیک تاک ویدیو جور میکنه. کدام گپ جدی نیست.